قاریای قرآن سعی کنی که 20 رکعت تراویح را در چند دقیقه داده؟ در 20 دقیقه، در 1 دقیقه 1 رکعت. در حالی که تو اگر بری تراویح رسول الله صلی الله علیه و آله و تراویح صحابه را و تراویح امام ابو حنیفه را و تراویح امام شافعی را و تراویح از دیگران را که در نظر بگیری، میبینی که سبحان الله اینا خودش باز میگه که فلان عالم 2 رکعت نماز تا صبح، 2 رکعت نماز تا صبح. خب به هر صورت یعنی حداقل به میگی چیز است که او بسیار نماز خوبش خوان. پس وقتی که میگی که امام ما نماز خدا 2 رکعت در 4 ساعت خوان، تو 20 رکعت در 20 دقیقه میخونی، والله قاری صاحبای قرآن اگر در روز آخرت، در روز میدان قیامت ندواندتانه، چرا که تو بسته ماه مبارک رمضان نمازش غلط داری. حالا میگه در روز قیامت که یک نفر میه، رسول الله هم گفت مسکین کی است؟ گفت مسکین کسی است که مال و پیسه نه، گفت مسکین کسی است که حق از این خوردن، ضرب هذا این زده. خوب یک نفر یک سیلی زدی، در روز قیامت جزایش میبینی، اعمال نیک تمیدی. خب دی فکر نکردی که تو وقتی که این زدی یا دشنام دادی یا بد گفتی، تو خیستی کل نمازهای زیر خراب کردی، جواب میدی نمیدی؟ یعنی حداقل لطفاً تعصب نکنین، لطفاً از عقلتان کار بگیرین. من برای شما نماز دادم 13 و نماز غلط دادم، 20 رکعت برای شما خوب آمد تو خیستم، همین نماز تراویح رو همین 15 دقیقه براتون خلاص کردم، صحیح؟ کلتان خوشحال شدین، برام پیسام دادین، پیسام جمع کردین، نقلام دادین، یک چند روپیه نختام دادین، خیلی استادین تراویح دادین، صحیح نه؟ آله باور بکن من همیاله در جوانی خود یک چند تا تراویح نمی قسمی دادیم. والا همیاله میترسم، حالا هیچ نماز نمیدم. میگم الله هو وقت نمیفهمیدم، جاهل بودم، بیخبر بودم. یعنی باش که مردم خوشحال میشن تیس تراویح میخواندیم. این حال اگه اون مردم ها مرا در روز آخرت چپه کنن، چی روز ما خواد الله عفو بکنه، نه الله عفو بکنه. والله من میترسم همیاله.